باز یک پهلوانی امیدبخش تاجیک در صحنه رقابت‌های جهانی در برابر حریفش از قزاقستان قرار می‌گیرد. پهلوان تاجیک با لباس‌های کبود از سمت راست تصویرهای ما هست. علیجان سفرعلیف. او هنر و استعداد خود را در مسابقات رده‌بندی ملی در تاجیکستان و همچنین در چمپیونات تاجیکستان به نمایش گذاشته بود. علیجان سفرعلیف ورزشگر 21 ساله تاجیک یکی از پدیده‌های نورسته در برابر یست کوانوف از قزاقستان رقابت میکند. ببینید اجرای اصول همان هلوک معمولی از سوی ورزشگر ما بسیار خوب است و در همین بخش کار در زمین اگر یگان سستی یا ضعیفی نکند و اگر نه در بخش سراپا کار بسیار عالی دارد. از لحاظ آنه که قامتی بلند دارد، ببینید در مبارزه قپیدن از گریبان حریف یا از پس گریبان حریف بسیار خوب ظاهر می شود. خود را همچنان با اقتدار در برابر حریف و شیم وضع اکنون خفه کردن هم باید تواند اجرا کند. از لحاظ فیزیکی ورزشگر ما بسیار خوب به نظر می رسد، ولی این تاکتیک یا شیوه رقابتش را باید بسیار زیرکانه در اینجا به کار برد. سمت چپ، ولی از اصول حریف ورزشگر قزاقستان راه گریز جست. بار دیگر کندن همان قپیدن ها و میل چنگ انداختن به پشت حریف را دارد علی جان، ولی موفق نشد. ولی اکیکو امانو با سبب غلط گرفتن از سر آستین حریف به علی جان سفرعلیف کارد زرد داد، ولی این هنوز آغازی کار هست، هیچ جای شک و تردید ندارد. فقط اجرای اصول کند اگر کار بسیار جانان خواهد شد، چون به نظر می رسد که در فرم ایدئالی خوب قرار دارد. با سبب کمکاری با هر دو ورزشگر کارد زرد جزا، ولی بیشتر از 2 دقیقه باقی مانده است. اجرای اصول نکردن همانطور که به نظر می رسید. موقع قپیدن خوب از سمت چپ اجرای هلوک معمولی داخله و تعبیر علی جان سفرعلیف. بار دیگر با سبب کمکاری اگر همین عمل شیدو دادن رو تکرار کند و موقع قپیدن بسیار خوب برای سفرعلیف از قسمت بیرون، ولی راهی گریز جستن اینجا دفاع دروغین بود. بدون شک و تردید باید کارد زرد داده شود به ورزشگر قزاق. اما ببینید طرفگیری چگونه صورت میگیرد. دومین شیدا را به ورزشگر قزاق ندادند. او به شک از اصول حریف گریخت. یک اجرای اصول از سوی ورزشگر ما و زر اینجا شاید در بخش کار در زمین یا خوشبختانه عمل کرده که از سوی کوانوف یست بود و هیچ امتیاز سبب نشد. علی جان سرعت خوب، فیزیکای بسیار خوب دارد. اندامش هم برای درفتیدن برای دلخواه حریف بسیار مناسب است. از مسافه دور میتواند اجرای فنون سراپا را اجرا کند. ولی باز دومین ورزشگر ما با 3 شیدا مغلوب می شود. این باعث تأسف خواهد بود. 2 مرتبه با همان قپیدن از سر آستین حریف نادرست. علی جان سفرعلیف که خود را بسیار با سرعت و چست و چالاک و بارز وانمود